هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2011 درباره روزهای عید همساله سانه 22 سپتامبر همچون روز رودکی تجلیل کرده می شود. بخشیده به روز رودکی در زادگاه آدم الشعرا استاد شاعران سردفتر ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند چاره‌بینی فرهنگی برگزار کرد. پیش از آغاز چاره‌بینی رئیس شهر پنجکند با هیئت همراهانش از مقبره استاد دیدن نموده بهر آرامش روح پاکشان دست به دعا برداشتند. سپس در نزد نیم پیکره استاد با عرض احترام گلچنبر گذاشته شد. پس از آن چاره‌بینی مذکور را رئیس شهر پنجکند آغاز نموده اطراف زندگی و روزگار عبرت بخش استاد ابو عبدالله رودکی و ایجادیاتشان سخن گفت. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. همدیاران عزیز و گرامی، مهمانان ارجمند، ساکنان شرفمند جماعت دیهات رودکی، با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قانونگذاری کشور تغییرات علاوه ها وارد گردیده 22 سپتامبر روز رودکی تجلیل کرده می شود. مردم شریف تاجیکستان صاحب استقلال از جمله ما فرزندان و نبیرگان استاد ابو عبدالله رودکی این سنه مهم تاریخی را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می نماییم. هدف از تجلیل نمودن روز رودکی گرامی داشت و ارجگذاری با بزرگی اساسگزار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابو عبدالله رودکی و افتخار از تاریخ و فرهنگ غناوتمند گذشتگانمان می باشد. در این روزهای فرحبخش تاریخی همه شما را با 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز رودکی تبریک و تهنیت گفته برای شما سلامتی، روزگار خوش و زندگی آباد تمنا می نمایم. حاضرین گرامی، با کمال افتخار و سرافرازی باید قید کرد که تنها در شرایط صاحب استقلالی و صاحب اختیاری تاجیکستان ما امکان پیدا کردیم که میراث بزرگی ایجادی ابو عبدالله رودکی و ادیبان شهرتیار تاجیک و فارس با تعداد بزرگ به انتشار رسند و هواداران این میراث بای و اصیل اثرهای بیزوال ادیبان قلمرو شعر فارسی و کل جهان را بیشتر مطالعه نمایند، به قدر ایجادشان رسند، روح و الهام گیرند و نامشان را جاویدانی در قلب‌های خود جای دهند. مخصوص تاکید باید کرد که با ابتکار و غمخواری پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در سالهای صاحب استقلالی کشور جشن و تنتنه‌های ده‌ها ابرمردان علم و ادب، تاریخ و فرهنگ عالم شمول خلق تاجیک برگزار گردیده چهره حقیقی ملت فرهنگ دوست و تمدن ساز تاجیک در عرصه بین المللی معرفی کرده شد. امروز ما را از هر وقت دیده بیشتر ضرور است که آثار این ابرمرد فرهنگ ملت را آموخته نسبت به روزگار و آثار رودکی معلومات کافی پیدا نماییم. از تاریخ پرشب و فراز خلق خود سبق آموزیم. استاد رودکی ادبیات ما را چنان بنیاد نهاد تا بر رغم همه گرداب واقعه‌های پرپیچ و تاب تاریخ پایدار بماند و با همت و استعداد وارثان سزاوار باز هم محتشم و توانا گردد. شعر والا و سخن ملتساز استاد رودکی بر رمز فرهنگ عالمگیر تاجیک و خردمندی و سازندگی و نکوکاری تبدیل یافته در شناخت و بهبود اصالت ملی نقش مهم می‌گذارد. فرزندان ما با شعر او درس معرفت و آدمگری، خرد و صداقت
محبت به وطن و پرستش آن را می‌آموزند. حاضرین گرامی، استاد رودکی همچون شاعر و دانشمندی بزرگ که عمر دراز دیده شاهد واقعه‌های سیاسی و فردی جامعه شده بود، برایش تجربه و گذشت روزگار سرچشمه از نقطه معرفت دانسته می‌شد. اگر آدمی از تجربه حیات واقعیت موجوده چیزی را درک کرده نتواند، پس جنبش و نصیحت نظری هیچ دانشمند با وی عبرت شده نمیتواند. بنابراین رودکی گفتگی است که هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. خود یک کتابی پرمعنی است که هزار ساله ها شعار زندگی نسل بشر گردیده است. حالا اهمیت و ارزش ایجادیات استاد رودکی در آن است که شاعر در شعرهایش فکرهای پیشقدم زمان، انسان دوستی، عدالت پروری، نفرت به ظلم و ستم، عشق و محبت، آهنگهای حیات دوستی و وطن پرستی، ستایش خرد، توصیف علم و دستاوردها و پیشرفت معنوی را ترنم کرده است. ایجادیات شاعر ما را وادار می‌سازد که وطن خود را دوست داریم، قدر و احترام یکدیگر را عزیز شماریم و برای آینده درخشان نورسان و جوانان عملهای نکوکاری را انجام دهیم. باعث افتخار و سرفرازی مردم شریف پنجکند باستانی، بخصوص ساکنان برآمند جماعت دهات رودکی در آن است که چنین شخصیت بی‌نظیر، آدم و شعرا در این دیار به دنیا آمده، این لحظه جهانیان به این دیار سرجم می آیند. حالا در این روند تاکید می نمایم که با چنین شخصیت های ناتکرار مردم کهن بنیاد تاجیک و دستاوردهای عظیم اصل کامیاب گردید. تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که در آن پاس داشتن احترام گذشتگان از آن جمله شاعر و نویسندگان و این چنین در این سال با افتخار تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راست آمدن این جشن روز رودکی برای ما یک گرامی داشتی بهتر است. حاضرین گرامی، از فرصت مساعد استفاده برده همه شما را بار دیگر با جشن 30 سالگی استقلال دولتی و روز رودکی صمیمانه تبریک می‌نمایم. اینچنین مهمانان عزیز قربانوف اکمل و ارگاشوف علیجان، یکی استاد دانشگاه ملی ازبکستان و استاد دانشگاه قرشی را به شهر باستانی پنجکند و اشتراک در چاره‌بینی مذکور خیر مقدم بگم. خوش آمدید مهمانان عزیز. شاعر استاد ابو عبدالله رودکی گفتگی هستند که هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. بعد از 1000 سال استاد لایق گفتگی هستند که از تمام نوشته های بشر که نویسندش خداداد است، بهترین صفحه‌ای که من خواندم صفحه روی آدمی زاد است. عموما هر یک نفرانی که در اینجا حضور دارند، ما و شما فرزندان، نبیرگان و پیروان استاد رودکی هستیم. ما باید به فرهنگ خود، به ادبیات خود ارج گذاریم. ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس با سردفتر خود استاد ابو عبدالله رودکی افتخار میکند و ما و شما باید افتخار کنیم که به واسطه نبیرگان این استاد بزرگ هستیم. و باید تاکید نمایم که 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی در شهر باستانی پنجکند، عموما در سراسر جمهوری با تشبث و اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردیده است. و این آبادی که در زادگاه استاد ما و شما می‌بینیم، این همه نتیجه
زحمت‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان، خلق شریف تاجیکستان و مردم فرهنگ دوست و فرهنگ پروری شهر باستانی پنجکن میباشد و باید ما افتخار از آن کنیم که روز رودکی را در یک جای تجلیل میکنیم و همه ساله افتخارمند هستیم که در همین زادگاه در همین سرزمین ما را نصیب گشته است در دوران صاحب استقلالی این سنه‌های مهم تاریخ را تجلیل نماییم. بار دیگر همه شما حاضرین گرامی با افتخار 30 سالگی استقلال دولتی و روز رودکی صمیمانه تبریک میکنم. چاره‌بینی‌های فرهنگی وابسته به تجلیل روز رودکی آغاز گردید از شهر باستانی پنجکن در نزد پیکره استاد در نزد کاخ فرهنگ و خانه ما گلچنبر گذاشتیم و گروه دانشجویان، هواداران، شاعران و آن نفرانی که بسیار احترام خاصه دارند به ادبیات تاجیک گلچنبر گذاشتند و امروز نیز در اینجا ما جمع آمده هستیم و همتون این عید را مبارکباد گفته به شما طبع بالیده آرزو میکنم. عیدتان مبارک باشد همداران عزیز. بعداً رектори دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند پروفسور معظم خان انصاری به رئیس شهر، هیئت همراهانش و مهمانان کتاب‌هایی را که دستاوردهای 30 سال استقلالیت را در بر می‌گیرد تقدیم نمود. پیش از همه من از نام ریاست دانشکده آموزگاری تاجیکستان با این روز که همه سال در اینجا با این شکوه و شرامت گذرانده می شود تبریک و مبارکباد گفته خواهان آن هستم که در آینده نیز هر روز یک امروزه چنین یک روزی پرفیض پربرکت به خاطر روح ارواح استاد رودکی گذرند. حالا خیلی که رئیس محترم برآمد کردن در همه ساله در اینجا آزمون ها در برابر این کنفرانس های علمی با اشتراک کلی وسیع علمان آسیای مرکزی آنانی که زبان رودکی را شعر رودکی را دوست می دارند گذرانده می شود و امروز هم من با کمال احترام آن دستاوردهایی که در طول این سالها ما اهل استادان دانشکده جمع آوری کردیم، آماده کردیم و در برابر این تحلیل حکمت رودکی یعنی که فلسفه اشعار رودکی را آماده کردیم و این قدم اولین بود. من باوری دارم که در کنفرانسی که امروز شده میگذارد، امروز که آغاز شده میگذارد مجموعه مقاله های علمی علمان جمهوری تاجیکستان از جمهوری افغانستان ایران یعنی که از آن نفرانی که تاجیکانی که در جهان هستند ما اویدی اشعار رودکی اویدی فلسفه ایجادات رودکی باز هم آماده میکنیم و دسترس میکنیم. حالا با کمال احترام من میخواهم که آن دستاوردهایی که از طرف دانشکده آماده شده است به کتابخانه استاد رودکی در اینجا و هم به آثارخانه و به یک عده مهمان ها دسترس می نماییم. روز رودکی برای همه شمایان مبارک باشد. در آخر چاره‌بینی دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با برنامه رنگین کنسرتی خود طبع حاضرین را بالیده ساختند. سلام ای که دلم را به نور پیوسته، سلام ای که جهان از تجلیت زیباست، سلام ای که سکوتت سکوت کوكب هاست، سلام ای که صدایت صدای باران هاست. سلام و درودی به پایان نثار شما مهمانان عالی قدر
اساتید محترم، دانشجویان و خوانندگان عزیز، قدم مبارک شما را به زادگاه آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی خیر مقدم میگوییم. بر کهن شهر تبار آریان خوش آمدید. خاکی پاتان توتیای چشم ما خوش آمدید. نکته فهم و نکته سنج و نکته دانان مرحبا. رودکی باشد شما را رهنما خوش آمدید. بنده یزدان پاک شعر و شاعری ابو عبدالله جعفر پسری محمد رودکی هستم. رود سوخت مجرا به بزرگی ها میزد، خیش را از ساحل به ساحل داده تلاطم داشت و طغیانی قلبی ظاهر می نمود. من نیز از دریای مبارز سعودی رموز گرفته توسط شهر باستانی پنجکت وارد مبارک شهر سمرقند گشتم. فرصتی کوچکی نگذشته در مدرسه های سمرقند خیروان علوم گرفته از استاد بزرگ موسیقی ابوالعباس بختیار خمیاگری آموخته و خود نیز نواها تصنیف نمودم. زیهی فزود جمال تو زیب و آرارا شکست سون بولی مشک تو سنگ خارارا قسم به آن رخی ماهم قسم به آن دلی ماهم خورم که از سختی هزار طرح نهاد است سنگ خاراران که از تو هیچ کس مروت طمع نمی‌دارد که کس نشنیده است ز سنگین دلان مدارا که کس نشنیده است ز سنگین دلان مدارا هزار بار خدا را شفیع می آرم ولی چی سود که نشنوی خدا را تو رودکی به غلامی اگر قبول بکنی به بندگی نپذیرم هزار دارا رو به بندگی نپذیرم هزار دارا رو. دیلا تا کی همه جوی منی را چی داری دوست هرزه دشمنی را چرا جوی وفا از بی وفای چی کوبی بیهوده سر داهنی را ایا سوسن بناگوشی که داری برشک خیشتن هر سوسنی را یکی زین برزنی ناراه برشو که بر آتش نشانی برزنی را دلی من ارزنه عشقی تو کوه چی سوی زیر کوه ارزنی را
ببخشا ماهی من بر من ببخشا مکش در عشق خیره چون منی را بیا اینک نگه کن رودکی را اگر به جان روان خواهی تنی را بخندد لاله در صحرا بسانی چهره لیلا بگیرید ابر بر گردون بسانی دیده مجنون ز آب جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید در آن شسته است پنداری نگار من رخ گلگون نگار من رخ گلگون گرفت خواهم زلفین عنبرین تو را و بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را هر آن زمین که تو یک ره در او قدم بنهی هزار سجده برم خاک آن زمین تو را هزار بوسه دهم بر سیهای نامه تو اگر ببینم بر مهر او نگین تو را به تیغ هندوگو دست من جدا بکند اگر نگیرم روز من آستین تو را اگرچه خاموش مردم که شعر باید گفت زفان من بروی گردد آفرین تو را چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت نزدیک خداوند است فراموش این تیغ نه از بحر ستمکاران کردند انگور نه از بحر نبیذ است به چرخوش عیسی بره دید یکی کشته پیتاده حیران شد و بگریفت به دندان سر انگشت گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار تا باز که او را بکشند آنکه تو را کشت انگشت مزن رنجه به در کوفتنی کس تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت هر باد که از سوی بخارا به من آید با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد گویی مگر آن باد همی از خوتن آید نی ز خوتن باد چنین خوش نوزد هیچ کان باد همی از بر معشوق من آید ای ترک کمر بسته چنانم ز فراقت گویند قبای تو مرا پیرهن آید هر شب نگرانم به یمن تا تو برآیی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید کوشم که بپوشم صنما نام تو از خلق تا نام تو کم در دهنی انجمن آید با هر که سخن گویم اگر خواهم و گر نی اول سخنم نام تو اندر دهن آید چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت نزدیک خداوند بدی نیست فراموش انگشت نه از بحر نبید است به چرخوشت عیسی بره دید که یکی کشته فتاده حیران شد و بگریفت به دندان سر انگشت گفتا انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس تا کس مکند رنجه به در کوفتنت مشت گر بر سری نفس خود امیری مردی بر کور و کرر نکته نگیری مردی مردی نبود
فتاده را پای زدن گر دست فتاده بگیری مردی. جایی که گذرگاه دل محزون است آنجا 2000 نیزه بالا خون است. لیلی صفتان ز حال ما بیخبرند مجنون داند که حال مجنون چون است. بر عشق تو هم نه صبر پیداست نه دل، به روی تو هم نه عقل برجاست نه دل. این غم که مراست کوی قاف است نه غم، این دل که تو راست سنگ خاراست نه دل. از ناله پیر خانکاه از غم تو و از گریه طفل بیگناه از غم تو، افغان خورشت صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. با داده قناعت بکنو با داد بیزی، در بند تکلف مشو آزاد بیزی. در به ز خود نظر مکن غصه مخور، در کم ز خود نظر کن و شاد بیزی. با آن که دلم از غم هجران خون است، شادی به غم تو ام ز غم افزون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یا رب، هجرانش چنین است وصالش چون است. به روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد. با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. تقدیر که بر کشتنت آزر نداشت، بر حسن جوانیت دل نرم نداشت. اندر عجبم ز جان ستان کس چو تویی، جان بیستد و از جمال تو شرم نداشت. بله عزیزان، عمر انسان گذرنده است، حالا فرصتی رفتن رسید. خیر عزیزان من، خیر. به روی تو خورشید جهان سوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد. با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. و حالا باشد به صحنه سویتا. مرحبا.
وجه گذاشتن به خدمت‌های گذشتگانمان یکی از رکن‌های اساسی فرهنگ ملی ما به حساب می‌رود. از اینجاست که همه ساله بخشیده به سالروز شاعران و ادیبان و نویسندگان و دیگر شخصان برجسته ملتمان چاره‌بینی‌های عیدانه، محفل‌های علمی و ادبی و امثال این برگزار می‌گردد که چاره‌بینی امروزه نیز جزئی از آنها بود و چطوری که ما و شما شاهد گشتیم در سطح بلند تجلیل گردید. برنامه را به شما صبرینه اکرم و شاه حسین صالحов، خیام جوریف و زرخونی نعمت الله آماده نمودند.